من گوشی کار کرده می‌خریدم می‌فروختم. بعد این خانمی اومد خیلی عجله‌ای گفت شارژر می‌خوام. همون سن سال بچگی بود دیگه. من عاشق این شدم و یعنی شدید خیلی عاشق این شدم. بعد شما رو اینا رد و بدل کردیم و اینا ما با دوست شدیم. بعد زنگ می‌زدم و فلان و اینا دیدم این آخر دیگه هرچی زنگ می‌زنم این داره مثلا به قول امروزه میپیچونه. بعد تو پارک داشتیم دور می‌زدیم اینا بریم قلیون بکشیم. یه جور قیافی دیدم ترک یه نفر. ما رفتیم دنبالی دیدیم نه بابا خودشه. آره ترک یه پسرایی بود. اون موقع هم تازه مو سر ساسیمان کن و اینا مد پسر از این استیخیال از اونها زدیم. دیدم لب یه قلیون آوردن و رو جدولا نشسته بودن. قلیون اومد میگم وایسادم ببینم چیکار می‌کنن. به نظر من قشنگ نبود یه دختر روی لب جدول بشینه و پسرا و فلان. بعد از اون دیگه من اون شعر بچه ننه رو گفتم. لیاقت تنینه که باشی با اون بچه ننه.